سلام، ویدیوی روز 12 13 از دستم در رفته و یه چیزی که اومد تو ذهنم که بگم توی اول ویدیو اینه که کانال اصلیم که میگم کانال سینا صادقیه که حالا لینکش رو پایین میذارم، هم توی یوتیوب و هم توی آپارات. و هدف من اینه که اونا رو بیارمشون بالا، یعنی ویدیو هاشون بسازم. موضوعشون هم آموزشیه. اول قصد داشتم که تمرکزم روی داوینچی ریزالو باشه، ولی توی کانال آپارات هم یکی دو مورد آموزش دیگه هم گذاشته بودم. دیدم که آموزش اکسل خیلی ویو خورده و همین ایده شد که حالا هم برای خود اکسل آموزش بسازم و همین که ممکن است آموزش های دیگه‌ای که میسازم ویو خیلی بیشتر بخورم. و از اونجایی که خب خیلی چیز بلدم و خودم باش کار میکنم، میتونست، یعنی این اومد تو ذهنم که خب چرا این کار نکنم، چرا تمرکز کنم روی داوینچی ریزالو. که البته الان چون با اکسل خودم تقریبا کار نمی‌کنم یه اون جورایی حذف شده، ولی با گوگل شیت، فتوشاپ، یه سری آموزش‌های عمومی مربوط به فیلم برداری عکاسی یا تخصصی‌تر. خلاصه این چیزایی که الان دارم میگم برای اون کانال است. اگه براتون سوال شده که اصلا چی دارم میگم، اون کانال رو که برین ببینین احتمالاً یکم بهتر متوجه شین که چه خبره و چه روندی داره طی میشه. امروز دوباره که دیگه از اون روزایی بود که من تقریبا برای اون دوتا کانالم کاری نکردم جز این آخر وقتی که نشستم یکم فایلاشو فولدر بندی کردم و یه استارت پروژه رم زدم که یه کاری کرده باشم. و ایده‌ام که گفتم دیگه از توی کانال تلگرام گفته بودم که چی آموزش بدم، که گفتم رندوم ترین چیزی که به ذهنم میرسه، حتی گزینه‌ای که خودم بهشون داده بودم. و خلاصه اینجاییم دیگه، رسیدیم به اینجا که من میخوام بشینم اون ویدیوهاشو گرفتم و بشینم ادیت کنم. و حالا یه مورد دیگه هم که امروز به ذهنم رسید این که اول کار واقعا آدم بخواد روی چیز متمرکز شه، دیتا به اندازه کافی نداره که بگه که خب این چیز از همه اینا بهتره، مثلا داوینچی ریزالو از همه بقیه موضوعاتی که توی ذهنم هست بهتره، پس من تمرکز میکنم روی داوینچی ریزالو. معلوم نیست، من در شروع کار باید برای داوینچی بسازم، برای گوگل شیت بسازم، برای نمیدونم فتوشاپ بسازم، چیزایی که بلدم و خودم استفاده میکنم و به کار بقیه هم میاد بسازم. و آدم پیش که میره میفهمه حالا کدومش بیشتر ویو میخوره، کدومش برای خودم راحت تره و آروم آروم جهتگیریشو پیدا میکنه و کار میفته رو روال. اما اولش جوری چشم بسته باید رفت جلو و خب الان من در اون برهم که چشم بسته میخوام برم جلو. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.